8 میلیون سومانی در 15 لایحه با سرعت ادامه دارند. بر طبق نقشه چهاربینی‌های جشنی در قلمرو ناحیه دروازه با مقصد سزاوار استقبال گرفتن عید وطن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 96 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده کارهای بنیادی روز از روز وسعت تازه میگیرند. در مجموع شماره عمومی 96 انشاءات به نقشه گرفته شده تا به امروز 68 انشاءات جشنی تعییناتشان گوناگون ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده‌اند. در دایره همین نقشه چهاربینی‌های جشنی به خاطر مورد استفاده قرار دادن ذخیره‌های بوی طبیعی تاجیکستان در جماعت دهات ویشخروی ناحیه درواز کارخانه خوشطرح و زمانوی کران کالسیت با صفت و محصولناکی‌اش بلند ساخته مورد استفاده قرار داده شد که فعالیت ثمربخش و ارزشمند استحصالی خاکه مرمر میکروکالسیت را به اندازه از 2 تا 500 میکرون دارد. همچنین در دهه درابک جماعت دهات قلعه خم کارگاه معاصر پارک اینواسیونی صنعتی و تکنولوژی درواز با 2 کارخانه معاصر و 6 کارگاه نو با معاصرترین تکنولوژی جهازانیده شده ساخته به استفاده داده شده است که درک از آینده نیک و باقرار درواز در پیشرفت حیات اقتصادی و رو به صنعت آوردن این دیار کوهستان کشور می‌دهد. باید گفت که به خاطر گرامی داشت و استقبال سزاوار این جشن کمالات جلب توجه جهانگردان داخل و خارج کشور در یک گوشه نظربا و زایدالوصف چهارچمن شاهنشین درواز مهمانخانه خوشطرح و زمانوی سیاسیانه با نام چهارچمن خیلس قامت افراخته است. بنا با 25 حجره استقامتی مبل و تجهیزات لوازمات معاصر و جاوگو به معیارهای جهانی به هر بیننده و سیاح رهایش و لذت خاص میبخشد. کارهای بنیادی در باقی مانده انشاءات‌های جشنی تعلیمی و خدمترسانی شاهراه کلاب قلعه خم منطقه شکیو قلعه خم با سرعت ادامه داشته تا جشن مقدس و کمالات 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده میشوند.